امروز قراره یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا رو انجام بدم. سلام، امروز قراره یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا رو انجام بدم. خب امروز قراره که 5 تا کاری که همیشه ازش خجالت میکشیدم و پشت سر هم انجام بدم. قراره یه روز پر از استرس، خنده و توپخ رو تجربه کنیم. خب بریم سراغ کارهای امروز. اولین چیزی همیشه ازش میترسیدم این بود که بیام جلوی دوربین. یعنی میومدم جلوی دوربینا ولی همیشه میگفتم مثلا یه نفر این ویدیو رو ببینه، یه بیشتر روی آشناهای خود هستم، یه آشنای ویدیومو ببینه چی، اگه از صدام خوشش نیاد، از تصویر، از کلا همیشه این استرس رو داشتم. ولی امروز انجامش دادم و قراره که از این به بعد قوی‌تر هم انجامش بدم. دوم، منتظر نبوندن برای چیزهایی که کامل باشه. یعنی کمالگراییمو گذاشتم کنار. نور خوب، ادیت خوب، نمیدونم حالا دوربین خوب، گوشی خوب، سپایه خوب، همه اینا رو بذار کنار و فقط شروع کن. حتی اگر یه گوشی توی دستت داری که ممکنه زیاد جالب نباشه، فقط شروع کن و از مسیرش لذت ببر و مطمئن باش کسی که با اولین ویدیوش استارت زد توی دهمی، صدومی و هزارمین ویدیوش دیگه اون آدم قبلی نیست و شما توی صفحه همه یوتیوبرها رو که بگردی مشخصه که ابتدایی ترین ویدیوهاش با کمترین تجهیزات شروع شده و الان به چه جاهایی رسیده. استودیوی خوب، میکروفون‌های قوی و چقدر پیشرفت کرده. پس فقط شروع کن. سومین چیز گذاشتنه یه عکس یا ویدیو یا حالا هر چیزی بدون وسواس. اینکه بگم اگه عکس خوب نباشه چی، اگه فیلم خوب نباشه چی، اگه کاورش خوب نباشه، اگه تامنیلش خوب نباشه، اگه هشتگ، اگه کپشن، اگه حالا هر چیز دیگه بدون وسواس کار کن و برو جلو. چهارمیش درخواست کمک یا سوال پرسیدن. نمیدونم چرا همیشه برام سخته که از یه نفر سوال بپرسم و ازش کمک بخوام و بخوام که حالا توی اون مسیر منو ارتقا بده و بیشتر حالا میخوام بگم اون غرورم بود که نمیذاشت و فکر میکردم که باید خودم همه کارا رو انجام بدم. پنجمی و آخریش این بود که کارهایی رو انجام بدم که همیشه عقب مینداختم. ببینید من هم عکاسم، هم ادمینم و اینکه هم خونه دار هستم. همیشه کار خونه رو عقب مینداختم. ظرف شستن، حالا جارو کشیدن و اینا رو همش نمیتونستم انجام بدم. در واقع من اصلا آدم خونه‌ای نیستم و وقتی میرفتم بیرون هم به من خوش نمیگذشت، به این دلیل که همش فکرم پیش خونه بود. میگفتم الان باید برم این کارو کنم، الان باید برم اون کارو کنم. اما وقتی تصمیم گرفتم قبل از اینکه پامو از در خونه بذارم بیرون، خونه رو تمیز کنم، تا رفتم بیرون فکر و خیالم راحت باشه. خجالت معمولا از کارهایی که انجام میدیم بیرون نمیاد، از فکرایی که قبل از اینکه اون کار رو انجام بدیم درباره خودمون میکنیم. یعنی ما از فکرمون خجالت میکشیم تا انجام دادن اون کار. اگه شما هم چیزی هست که حالا از انجام دادنش خجالت میکشیدین، امروز یه قدم کوچیک بردارین. یه کار کوچیکی که همیشه ازش خجالت میکشیدین رو انجام بدین. مطمئنم که کم کم میتونین به اون درجات عالی برسید. مرسی که این چالش رو با من بودین. مرسی که امروز وقت گذاشتین ویدیوی منو دیدین. امیدوارم ویدیوهای بعدی هم براتون مفید بوده باشه. همین ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و امیدوارم که از این به بعد منو کلا تو یوتیوبتون ببینید. به امید روزای خوب، به امید روزایی که پیشرفت کنیم با هم و بیام و بگم که اولش من اینجوری شروع کردم. مرسی که هستید.